من مادر 4 فرزند بودم. 2 فرزندم دنیا گذشت. 2 فرزند دیگه با توبت به عملوگی به ونیسه گردوندم. 7 ماه که نه خودم با بیمار مایدم به ونیسه بچه‌م در لنز کرایم خوب بیمار با کی مراجعت کردن من نمیدونم. شوهرم در روسیه 2 سال میشه یکم وایده زنگ نمیزنه. فرزندای ما اتم میگن 18 ونیسه میرم اتم نمیزنه زنگ اتم سون روی نمیکنه. بچه صنف 4 دیگه برماست در ادیره کی سن قشلاق رفته دوست میگه که دیگه ما قطعی نمیسنم اوچه جون چی با که و اتا دوران اتای و میوین ما اتا ندارم. هوتم علفشنم قشیده است آدمی نمیوم که علفی هوتم بدروه. همه یه در زن از آبای بالای 500 سومای دولت یاردم میگرفتم و زی کار آزادم کن. نمیدونم قشلاق برم بچه کسلیه برم چیکارش کنم. کسلای روحی ما بدونم دلش باشه جگرش باشه پجان در قلب بستگی هوش میکنه. هوش کدیم می دوست نمادیر اینموجا میگه خدمت جر میکنم. چند بار بند دست گرفتن در اغلا خدمت سلمه میدوزم. 15-20 سال زندگی کردم. خودم ازم آوردم فروختم یک خوب جورد خردم خوردم. این مردک یگم یوردم به ما اول تاخیر دادن نتونست. بالای با زن گرفت 4 گولک. این آوازی خودش برمگی زن دیگه ما گرفت از رفت از گولکاش هم در میدون و گولکاش نی در میدون. ولی نمیدونم ما با کی چیکار کنم. ما مردک گرن یا پجام بگیرم مردک با فرزندای پدری نمیکنه. یک بار شتاشون میزنه. ما همه اجتماع تیمونا خوش میکنیم که این بچه صنف 4 ما بتونین اینترنت بسپارن یگم کمک یاردم میکنین دیگه خودم جدا شو بخونه پجون برای که سرم در تکسریه میبینه زیق میشه میبره میدونم میرم. از شوهرم خواهش دارم که با ما هم زندگی نکنه فرزنداش تای پارک نه که به پدر کلون نشم. فرزندم بشلنسی مکتب رفت است اومد از همسایه خندید است تای مکتب بازی اومدی بشلنسی با یک پرش نم تای تریدگی بختا پجون خودم در بنیسه خوب با این درجه زندگی پس با فکرم حوزی در یکم آدمیزاد نیست. نیکی چیکار کنم پجون با کی بگم. خیلی من خواهش دارم که چیزی دستومی هم یاردم ممکنه خیلی همو پدرشن یعنی قانون بگه که فرزنداشن نپرتویه.